در این تماشای ما چیزا رو می‌بینید که در حیاتون دیدگی نیستین. تمام تاجیکستان عزیزمون بهار حکمرانی کرده است. قریب اومدیم این دروازه‌اش اومدیم. و برمیگردیم این طرف اینجا یک مسجد اینا. برف روستیگا بالا برف خیلی یک جای تماشا میکنیم و میبینیم و یک جای زیارت میکنیم. سر بلند بشید رفتیم باشید. من جواب اینجا پلک رسیده پلک یکم تراکتور. ها؟ خودش کدای. با پیش کنه سوار شده. خلاصه گپ ماشینمون همه که نیمشه بروما. هیچ برومادن نمیتونسته. مقصد که همه جار. این دوستان عزیز برادر خدادان هم بالا بروماده استیم که خوجامستان ده کوی بش هم پایان ده تافته است. این هم دشتای یاوونه. هنوز اکنون میدونم چند خمیریم. صابیری سعدالله چخیره بچه چند خشید که نبروماده ای؟ یوسف خیلی یوسف های داداری من بالا کدام میبروی میره ما سازم القام برومده و ما بارمون در دست همیه انشالله این برادر همه قریبی قشلاق قریب تر بیاریم که قشلاق خوره اینجا گرنگاواد و پختکار و همه سینی همه خیره همش. دوستان عزیز راستی گپ خیلی راه برآمدیم. همه جایی که من رفتم ایقا با ماشین اومدیم ایقا پیاده اومدیم ایقا راه دور نرفتم. دو ماشین اومدیم همینجا یک تحت الچه کردیم اینا برادرها قطینا صبح جان خیلی شده خنستیم بخدا هوشی تنها هوشی خوش روشید خیلی برآمده استیم خدا خواهد عزیز زنده باشید تنها هوشید میبریم ولی با بالا دا با ویدیو میکنیم. تو عزیز ما از راکم یونبور کردیم خیلی جرد اومدیم. احتیاط کنیم بیایم احتیاط کن تو گذاشتی ها احتیاط کن احتیاط کن بچه‌ها. خیر رستیگا ما از راکم گفتیم یونبور کنیم این تاریکی بلند ما رستیگا ناو بو دیدیم این بروماده استیم اینه 4-5 ساعت شد 4-5 ساعت شد بروماده استیم برادرای عزیز اینه که اومدن این ماشینا در کار بوده بجی حالا منش مزار نیسته یا اون چی کرده مزار کجا مستو همین حالا برکات یا اون کار اول مزار همین بالا برو مثلا نمیشه کنم وای نه اون نمیشه وای برادران عزیز که خوجامستان بوده قشلاق بوده بالای کرده قشلاق بوده. انا دوستان عزیز این دهه که شما میبینید این دهه خوجامستان نام داره. انا در این بالا منزل جاگه خوجامستان خودش انا بالا ده منزل جاگهش میریم زیارت میکنیم. اینجا راستیگا یک قشلاق دیدم در حیرت موندم این قشلاق تمام بوده در اینجا. اینو بحری که در پایان شما میبینید اون بحر نمیدونم در روی بخش باشه و خیلی قشلاق کلام بوده رفتیم. من دوستان عزیز در اینجا همه کارش در حیرت هست. من اونجا پلک دیدیم که پلک براش سیانکه نکردم که پلک عرض در تلویزیون رو هم میبینید پلکی که جوش میکنن پلک عجیب پلک در اینجا بودیم یه سنگ دیگه این سنگ میدونم اوغرک نام داشته باشه آسیا باشه چی باشه این در شهر بودم و فکر که اوغرکی سالای هم پیش دوره قدیم کامپیرا میومدن اینجا گندم میگفتن و گنگنی کده میخوردن دال نکده میخوردن این فکر که هم خیلی اوغرک و فکر من هم خیلی با رفتن میگی رفتیم میگم من دیدم برآمدم جام ارچه بوده ها
انشالله که قریب آمدیم. زنده باشه. این بلندترین کوه برو اومدیم برادر. همین توبه من توبه که ما زندگی میکنیم بلندترین کوه همین کوه خوجا مستونه. اینا برو اومدیم. اینا دری ارچو داریم. اینجا با فکرم گرگ هم هست، روبه هم هست، خیرس هم هست، همه چی هست. این ارچو رو دید. برادر عزیز قریب اومدن در مزار خوجا مستان. من برادر عزیز این پایان که شما میبینید سنتودا 2 است. گسی سنتودا 2 این در پایان دشت بولک دشت. الان تو کوه که میبینید بالا میره بسیار خوجا مستان باشه. ما میشه ببینید گفته پایان دای. هی آنو کوه که شما میبینید اون کوه سرسرک است. بلندی سرسرک. ببینید بلندی کوه خوجا مستان قریب که برابرن. همین دو کوه بلند در بین هم دو که دههای ما حضور داره. دههای سنتودا این طرف یاوان و کویبش و مقصد این طرف اون طرف همه سنتودا نوبات و نورافر و همجو هست. میریم بچه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا برادر عزیز اومدیم قریب. اینا که این طرف همش پایمونچه که اینا برادر در همون وقتش اینا کدیان خدا خیر کدگیشون به درگاهش قبول بگردونه. این پایمونچه که خدا که میبرویم و میریم الان بالا نوک یعنی که شروع در نوک همی که خوجا مستون است. قریب اومدیم اینا در روزش اومدیم و برمیگردیم این طرف. اینجا یک مسجد اینا مسجد قدیمه. ان شاء الله که اون طرف به خدا نصیب کنه عصر همینجا ده ان شاء الله که دریا میکنیم عصر. من پوی چکا برو اومدیم برادران عزیز. نه بروی مامی که ده تو هم بالا رو پوی منچا کرده. کدام برادر خیرخواهی که خدا خیر کردگیش به درگاهش قبول بگردونه تا هم بالا رو هم پایمونچه کرده. طرف شما میبینید همه یاوان و کویبش و مقصد غازی ملک نمیدونم کجا همه طرف. این بلندی که ببینید این بلندی رو ببینید. این طرف تا میخریم طرفی داشتای کالتشوری دنغره این کی سرسرک این پایان ها اونو بفکرم که نواباتی سنتودا میتوه اونو زمینای سنتودا میتوه. خیلی خمون راستی گپ همین خیتوی تماشا میگیم در بلندی که اینم خیلی کدگن هم خیلی تماشا میکنه تلختون میکافه. این جای خموندم هست هم خیلی چیو. این مقصد این مسجد این در بلندی که این برادرو در خیتوی میبینیم خمون میگن واه اینو بیچ خیلی جای تاریخی دارن. خمون جای تاریخی داریم که عقل آدم نمیگیره. فقط اومده دیدن در کار برادر عزیز اومده دیدن در کار. برادر در بلندی که نمیدونم این دولونه باشه دولونه با فکرم در بلندی که این استولا کرده در سوی این میشینی. برادر اکی با بهار ده بیای چقدر با فکرم که حلاوت میبریده در بهار در اینجا باور کنیده در بهاران اینجا ده میایی فقط همین روی الهامی تازه میگیری. کده میبروی همین تا میبرویم حاجی. این دوستای عزیز خدا نصیب کنه خدا خواستوشو میبرویم. همین خیلی تو هم بلند ایکی کیف میکنی برو مدان در یادو گپاک میگم با یکم فکری بد نکنین یکم گمونی بد نبرین. من آبادی در همینجا دیدم مهنتی که در همینجا دیدم در این بلندی که این قدر عذاب و زحمت که خر بیای خر عذاب میکشم ماشینمو دارم پایان مون. مقصد که چقدر قینه ویلوس خطی در دیگر ها میایی. ما جای یکم فاند فره بزنس جای یکم دروغش نیست. ما خونه خدا دادیم زیرا وای غورایی که پیغمبرمون بودن همه همجا رفتم. ما در 20 minut در نیم ساعت بلندی همش بر اومدگیم همه بلندش در نیم ساعت بر اومدگیم 4 ساعت در راه مول نرسیدم. این خیلی آباد نیست بو این خیلی آباد کردگی نیستم بو ختون دیدیم با چشم تو این آبادی را بین صبر جون اونجا سنگ بود سیونکار دیدم اخه اونم سیونکار تماشا بیتون کتی نگاه این کدام خیرخواهای این کدگان بر پدر و مادرشون رحمت هزار بار رحمت باور کن حلاوت بودیم اینم تو بره جنت کنه. اینم قبیله میری در این برفودا اینا. دوستان عزیز خیلی آبادی نیست در اونجا. این وطن خمون ای باز هم میگن که تاجیکستان بهشت روی دنیای ها بگین تاجیکستان بهشت روی دنیای بهشت. اینا برادرها تماشا کنید فقط حلاوت ببرین خیلی جا را.
سربلند باشه. دوستان عزیز یعنی جاش با قینشیدن میگیرن. برفانی که هم توربو هسته بچه های پوپشوی موت لید نه پرتویا مرا پوچون پرتوفته است کبورا چخه میگو ایسا برفای کم کم پوچون پرتوفته است خیلی که بچه ما دو دسته با قلبم برو این طرف شا بناور گرفتن میتونم میشالله که با هنگام جایی که زورم رسید با بناور میگیرم. انا دوستان عزیز در اینجا حالتهای رو ما دیدیم که سفید دره من 10 بار نه 20 بار سفید دره رفتم. در سفید دره خیلی حالتها نیست. همین تروبا رو میقپی و میبروی هم بالا خیال میکردم که در حیاتون مونده نمیشن. دیگه مونده شیدن من دیدم. حالا مونده میبروی من بالا قریب اومدیم. این راه ادام را هم نیست دیگه هم بخ کنده تحت ایجار برومده میری. من توصیه میتونم دوستای عزیز بچه‌ها یاش مرحمت دخترها یاش مرحمت از 50 سال پایین یگام توصیه نمیتونم که همه جر باور کنی همه جر بده همین قد پوچات بگمونه بزه برو جر میری برف هم مقصد که من هم برف شدیدم هم دایره رو دیدم هم بحر شدیدم این تاری مقصد جای جر من بنا دیدم همین راه ادم هم بزرها ایده کرد ادم راه نه بزرها خیر رفته سیم خدا نصیب ان که میرسیم. دوستای عزیز این یعقوب جان برادر ما ام پایان مرا بنوار گرفته است بود اینا ها گشته چرغ اومده است میره بنوار گرفته است. یوسف جان تو دری آشید خیلی کرده است اینجا آدمای 50 ساله است 80 ساله میآیند میبرویند وانا که قبول بگردونه زیارت مونه اولا شما در رحمت که ما رو آوردن خداوند خیلی لایق ماندید اومد هستیم خود شما زنده باشه. اگر همین سین سال دیاش باشه انشالله میبروی سین سال در 50 گذشته باشه کمتر دشواره اینه که انشالله صدقان که باشه میبروی. زنده باشه. رفتیم خدا نگهدار. دوستان عزیز فکر میکنم که قریب اومدیم انشالله اینجا لوی بوده نه اینجا نمیدونم چی باشه یک رنگ قرق توپه سنگو رو توپ کردگن رنگی منزل جوگا بوریم اینجا میویم یا نه بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله نه خوجای مستان یا بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. یک بودم بوده خیلی دوستان عزیز اینجا بودم های با فکر ما گیر داشتم خوجای مستان بسم الله الرحمن الرحیم. این برادرای عزیز خوجای مستان این مرقدش اینجا چی باشه اینجا میبینیم اینا میبینیم بسم الله الرحمن الرحیم. اینم آماده مینمی بلندی چیزی باشه که نمیدونم چیه از من تاشا میخونم چیزی نویستگیه گ که ها گ که اینا دوستان عزیز منم طرف پایان سیانکار سر میکنیم دشتای لوکن دشتای بختر این هم تا میخویم لولای دریا این اگر پایان رو ببینین ما که روشنه خوش رو نمیبینیم ما که خدا شما خوش رو ببینید این پایان نیست تا میخویم این لولای دریا میبینیم توی آتوش و زغیرتی و مقصده این اونجا مقصد دشتای کلتشور و پسی گچ و همونجا ها این باوی مزار خوجا مستان در همین جای اینی طرف یاوان و همونجا های اینه برادران این
درو وقتی که بلندی ده میبرم بلندی ها هوای تازه دارد دیلم کشاده میشه دیلم این پایان در که جیتیم در پایان نه در میتوه که جیتیم من چی گفتم دوستان عزیز باقی سربلند و خانواباد باشید در کجای باشه نباشد خداوند یار و مددگارتان باشه امروز سفری ما رو در همینجا میخوام که به انجام برسونم این در بلندی ایم در پیش بوی مزار خوجا مستان سربلند و خانواباد باشید